خواهران روحانی در طول نگهبانی شبانه‌اش به نزدیک تخت خواهرم رسید، مرا در آغوش او یافت. مرا دوباره به تخت خودم بازگرداند، تختی که از شدت عرق بدنم سرد و خیس شده بود. خواهرم سعی کرد خواهر روحانی را درباره وخامت حالم متقاعد سازد، اما در این کار موفق نشد. سرانجام در شب سوم مرا به بیمارستان بردند. پزشک بیمارستان مرض مرا به عنوان خروسک و ذات‌الریه حاد تشخیص داد. از قرار معلوم هر دو ریه‌هایم عفونت کرده بودند. او به پرستاری دستور داد که با والدینم تماس بگیرد. خوب به خاطر دارم که او به پرستار گفت انتظار نداشت من تا سحرگاه روز بعد زنده بمانم. هنگامی که در تخت بیمارستان دراز کشیدم و از شدت تب می‌سوختم، پیوسته به خواب می‌رفتم و دوباره از آن حالت بیرون می‌پریدم. حتی یک بار تماس دست‌هایی را بر روی سرم حس کردم. چشمانم را گشودم و پرستاری را مشاهده نموده بودم که روی صورتم خم شده بود. او گیسوانم را نوازش داده و گفته بود طفلک هنوز خیلی خردسال است. من هرگز محبت و مهربانی موجود در جمله آن پرستار را از یاد نخواهم برد. من پیش از پیش زیر پتوها رفته و احساس مطبوع و دلپذیری کرده بودم. گفته‌های آن زن مهربان صلح و آرامش درونی به من داده بود. چشمانم را دوباره بسته و سرانجام با جمله پزشک از خواب بیدار شده بودم که میگفت خیلی دیر شد، دیگر کاری از دست ما ساخته نیست. او تمام کرد. احساس می‌کردم که ملافه و پتوی روی تخت را روی سرم کشیدم. پاک گیج شده بودم. آخر چرا خیلی دیر شده بود؟ سرم را چرخانده و نگاهی به اطراف اتاق انداخته بودم. به نظرم اتاق مثل دقایق قبلی می‌رسید. با این حال حضور ملافه و پتو را کاملا روی صورتم احساس می‌کردم. من پزشک و پرستار را در کنار تخت مشاهده نمودم. نگاهی مجدد به اطراف اتاق انداختم و متوجه شدم که فضای اتاق از نوری به مراتب روشن‌تر از قبل تابناک شده بود. تخت بیمارستان به نظرم عظیم می‌رسید. یاد می‌آورم که با خود اندیشیدم درست مثل این می‌ماند که مگس کوچک قهوه‌ای رنگی روی این تخت بزرگ و سفید هستم. سپس دکتر معالج از کنارم دور شده و من متوجه حضور دیگری در کنارم شده بودم. ناگهان به خود آمدم و دیدم که دیگر روی تخت دراز